25 نوامبر 100 نفر از زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزد بنای سفارت تاجیکستان در شهر مسکو نمایش اعتراضی برپا کردند. این اعتراض در پی عملیات ویژه مقامات قدرتی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان بود که بر اثر آن بنا به خبرها دست کم 3 نفر کشته شده، 15 تن دیگر جراحت برداشتند. اعتراضگران در مسکو از مقامات تاجیکستان به جوابگری کشاندن عاملان تیرپرانی‌های اخیر در بدخشان و همچنین برقرار کردن ارتباط موبیلی و اینترنت با این ولایت مختار را طلب کردند. آنها میگویند مقامات در پی ناآرامی‌های روز 25 نوامبر خط علاقه موبیلی و اینترنت را با بدخشان قطع کردند و آنها در مسافرت نمیتوانند از احوال نزدیکان خود خبر بگیرند. به گفته اعتراضگران رهبران سفارت آنها را قبول کردند و سفیر وعده داده است که مراجعتنامه‌شان را ثبت کند و به رهبران تاجیکستان آن را میرساند. یادآور میشویم ساکنان بدخشان نیمه روز 25 نوامبر جسد کفنپیچ گلبدین زیابکوف ساکن 29 ساله دهه 17 نویه راشقله را در روی دست در کوچه‌های خاروغ راهپیمایی کرده، سپس با طلب به جوابگری کشاندن گناهکاران مرگ او در نزد بنای حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان گرد هم آمدند.